الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از جانب خواهران سؤال شده است که خوش چیدن آیا جایز هست یا نیست برای زنها؟ چیدن قاش خصوصا به دخترانی که با حجاب هستند اینجا سوال کردند. بارک الله فیکم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند در حدیث صحیح که لعن الله الواسلة والمستوسلة، لعن الله النامسة والمستوسمة، لعن الله الواسمة والمستوسمة. واصله، واسمه، نامسه، یعنی الله لعنت کند اون زنی را که قاش خود را میچیند. نامسه چیننده قاش است. الله لعنت کند زنی را که هم قاش خود را میچیناند یا قاش میچیند. یعنی دو نفر در مسئله قاشیدن، قاش چیننده و قاش چیناننده. یک زنی که قاش خود را میچیند و یک زنی که قاش چین میچیند، اینی کس را میچیند. هر دوش از جانب الله سبحانه و تعالی لعنت کرده است. این دلالت میکند که چیدن قاش گناه کبیره است برای زنها، البته برای مردها هم. و از این از خصلت مردها نیست، چیدن قاش از خصلت مردها نیست، این از زنها است. برای همین زنها را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر کرده. چیدن قاش حرام است، گناه کبیره است و این یکی از لعنت کرده های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، چیننده قاش و چیناننده قاش. و این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لعنت کرده است الله کسی را که یا زنی را که به خودش موی همراه میکند، به مانندی امروز پریک هایی که هستند، پریک یا موی قپ هایی که هستند که با خود موی دارند، یعنی یک موی زیبا را از بازار میخرند به سر خود میاندازند. این جایز نیست. و پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند لعنت کند الله زنی را که به خودش خال میگذارد. خال به مانند امروز به زبان روس میگن نکلکه، اون نقش هایی که در بدن خود میاندازید. زن یا مرد فرق ندارد، این به لعنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله گرفتار است. پریک هم زن به مرد، قاشیدن هم زن به مرد، زن و مرد باک ندارد. یعنی چیدن قاش هم به زن و هم به مرد، خال ماندن هم به زن و هم به مرد، پریک گذاشتن به سر هم به زن و هم به مرد حرام است و این گناه کبیره است و این جایز نیست. و این چنین تشبیه به کفار است. برای همین خواهران عزیز به شما نصیحت میکنم که از این عمل دست کشید به خاطر الله رب العزة والجلال و به خاطر پیرو شدن به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به گفته